سلام دوستان عزیز. برای اینکه نقشه آفلاین ساعتتون رو فعال کنید یه فایلی براتون آپلود کردیم به اسم ایران. یه فایل زیپه. اینا اکسترکتش کنید به این صورت. دو تا فایل بهتون میده، یکی ایران 550، یه دونه ایران CM. دوباره این دو تا فایل یه سری پوشه داره، اکسترکتش کنید همه فایل ها رو تا به صورت پوشه در بیاد. ایران CM هم همینطور. پوشه ایرانو کلا خود پوشه رو کپی میکنید، ساعتتون رو به استفاده از همون کابلی که خودش داره وصل میکنید به سیستمتون. به این صورت وصل میشه. زمانی که ساعتتون رو وصل کردین مطمئن میشین که روی حالت USB قرار بگیره. پوشه ایرانی که کپی کردین وارد فایل های ساعت میشین. یه همچین چیزی داره، مپ داره، موزیک، رکورد، ویدیو. داخل مپ که میریم ترکاتون، اگه ترکی داشتین داخل پوشه ترک میریزین، مپ هم فقط داخل پوشه مپ میریزین. فایلی که ایران هست رو کپی میکنید میریزید داخل مپ. یه مقدار طول میکشه، حافظش زیاده. خب ببینید، میذارید این کپی کامل بشه. وقتی کامل شد پوشه ایران CM رو بازش میکنید، کل این اطلاعات همش رو میگیرید، با کنترل آ میشه. دوباره کپی میکنید، میایین توی فولدرهای ساعتتون در قسمت همون مپ، دوباره اینجا پیستش میکنید، میذارید این پروسه کامل انجام بشه. بعد دیگه میاد سراغ ساعت که بهتون میگم ادامه‌شو. بعد زمانی که تموم شد کپی ها وارد نقشه آفلاین میشه. به این صورت.